در اوکراین تجمع هزاران تظاهرگر در میدان استقلال در مرکز شهر کیف ادامه دارد. پیشتر از این نیروهای ضد شورش در اوکراین برای برچیدن خیمه و سنگرهای تظاهرگران به میدان آمدند ولی بعدا عقب نشینی کردند. حدود 200 تظاهرگر در بینای شهرداری کیف ماموران پلیس را که برای راندن آنها آمده بودند با پاشیدن آب مجبور کردند که از راهشان برگردند. در شهر کیف ویکتوریا نولند معاون وزیر امور خارجه آمریکا به رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ گفته است که عملکردهای ماموران پلیس اوکراین در مقابل تظاهرگران در جامعه دموکراتیک کاملا ناروا است. ویکتوریا نولند گفت که با رئیس جمهور اوکراین گفتگوی سخت ولی واقعی داشته است. در جمهوری بلاروس ولادیمیر یارومیناک عضو حرکت سیاسی غیر رسمی جبهه جوانان برای انجام ادای حکم 3 ماهه زندان به شعبه امور داخلی آورده شد. یارومیناک را سال 2010 برای شرکت در تظاهرات مخالفین که از نتیجه انتخابات ریاستی جمهوری بلاروس اعتراض داشتند بازداشت کردند. او را سال 2011 تحت شرایط آزاد کردند ولی برای رعایت نکردن طلبات پلیس دیگر باره به 3 ماه زندان محکوم شد. در افغانستان نمایندگان جامعه مدنی و نزدیکان قربانیان جنایت‌های جنگی در کابل به نشانه اعتراض از بی‌جزا ماندن گناهکاران تظاهرات کردند. تظاهرگران افغان طلب داشتند آن مقامات رسمی افغانستان به جوابگری جنایی کشیده شوند که در عهد کمونیست‌ها در سال‌های 1980 در کشور جنایت کردند.